در این ویدیو میخوایم آموزش علی کردن سگ رو ببینیم. آرمین نیک هستم. خب اول ما تخم سگ رو برمیداریم که حالا بخوایم جاشون نشون بدم داخل این مکعبا میایم عقب. بعدش یعنی روی تخمه میذاریم این بلاک اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمین بلاکه. خب بعدش احتیاج داریم داخل همینا خب میایم بالا گوشت و استخون که همینجا هستن. ما سگو میزنیم. خب طوله شد. سگو میزنیم یه دونه میایم دقیقا اینو میذاریم جلوش میزنیم روی و یه گوشتم بهش میدیم. کجا رفت؟ کجا میری؟ یه گوشتم بهش میدیم. خب به همین سادگی سگ اهلی میشه. خب بچه ها حالا باید ما اگه 2 تا سگ چی کنیم بس ببینیم چی میشه. 2 تا سگ خب اینا رو اهلین کنیم. کو اینا دارن چی کار میکنیم؟ بچه به دنیا آمدن. خب آموزش بچه به دنیا آمدن هم گرفتیم.